سلام خدمت عزیزان، من سعید محمدی هستم از کارگاه دیسی بوش. امروز تعمیر محافظ برق رو میخوام بهتون نشون بدم. محافظ برق روی قرمز میمونه، گاهی وقتا هم تغییر میده، یعنی میاد از روی قرمز میاد روی زرد و دوباره برمیگرده. یعنی الان دوباره به این شکل قطع و بس میشه. با ما همراه باشید. خب محافظ رو من بازش کردم و اینم بردشه. اکثر بردهای محافظ من حالا طبق تجربه خودم معمولا به این شکله که زمانی که برق اصلا نمیاد و این چراغ LED روشن نمیشه، معمولا این دیودهای ورودی، 4 تا دیودی که در این قسمت هست، این 4 تا دیود، اول شما از اینا شروع میکنید تست کردن و این خازن رو نگاه میکنید ببینید باد نکرده باشه. خازنهای سرامیکی، خازنهای الکترولیتی، اینا رو چک میکنید و این خازن ورودی مخصوصا خازن صافی رو اینو چک میکنید و دیودا رو هم تست میکنید. دیودا معمولا 4007 اینا رو تست میکنید و معمولا از این دیودا میتونه باشه و این خازن ورودی، خازن سرامیکی یا خازن الکترولیتی. حالا بیشتر مواقع اینه که برق میاد ولی این چراغ ما یا روی زرد میمونه روی قرمز، سبز نمیشه. حالا معمولا به این شکله که میتونه از این IC LM324 باشه، یا میتونه از این دیود زنرا باشه، یا از این ترانزیستور باشه، یا از خود LED باشه. اینا یا همین دیودا، چون اینا هم دیودن دیگه، از همین LED ها باشه مشکلشون. حالا ما بیایم از اینجا، چون این چراغش تا اینجا روشن میشد دیگه، فقط روی زرد میموند یا از روی زرد قرمز میومد روی هم دیگه میپرید، یعنی به اصطلاح. بریم از اینجا شروع بکنیم. مولتیمتر رو حالت تست دیود قرار میدیم و اول از همه این دیودای زنرمون رو اندازه گیری میکنیم ببینیم به چه شکلیه. از یک طرف نمد راه بده، از یک طرف راه میده. این عددی که میبینید به خاطر ولتاژیه که داخل خازنه، یعنی شما اگه یک پایش رو جدا بکنید 0 میشه، OL میشه. خب دیود زنرهای ما سالمه تا اینجا همشون. حالا کاری که میکنیم دوباره رو همون تست دیود قرار میدیم. این LED ها رو هم یه بار چک میکنیم. این LED ها باید روشن بشه، یعنی سر مثبت منفی رو اگه شما درست قرار بدید، اگر اینجا مشاهده بکنید الان این چراغ داره روشن میشه، همونجوری که میبینید روشن میشه. خب پس اینجا مشکل ما از این سمت نیست. این هم چراغ زرد هم، این زرد هم روشن میشه. حالا سبز چی؟ خب سبزمون همونطوری که میبینیم روشن نمیشه، یعنی چپ و راستش هم که میکنم روشن نمیشه. خب حالا ما میایم این مسیر رو دنبال میکنیم، مسیری که پایه مثبت بهش متصله. میبینیم اینجا یه دونه ترانزیستوره، شمارش هم هست BC541. این ترانزیستور سر راه این LED ما قرار داره. اینو چک بکنیم، بازم رو همون حالت تست دیود. میگم همش رو حالت تست دیوده، نیاز نیست
کار دیگه انجام بدید. خب این ترانزیستور رو زمانی که میخوایم چک بکنیم، حالا دیتا شیتش رو در میاریم. این پایه کلکتور، بیس و امیتره. اگر روی بورد مشاهده بکنید، من بیارم بالا ببینید، پایه‌ای که از کلکتور رفته به دیود ما، باید این قسمت بیایم اینجا این قسمت یه دونه دیود در این زیر قرار داره، این دیود رو تستش بکنیم ببینیم سالمه یا نه. حالا این ترانزیستور هم ما چک کردیم سالم بودش. حالا تستش هم که همون حالت دیود که قرار میدیم. این نکته دیگه هم بگم که باید از یک طرف ببینید الان پایه بیسمون میشه مثبت دیگه، روی کلکتور باید راه بده. الان راه میده، برعکس نباید راه بده، OL. پس این تا اینجا سالمه. دوباره از بیس به امیتر باید راه بده و برعکس نباید راه بده. حالا اگه زمانی هم خواستید پایه، اگه دیتا شیتش رو نداشتید، پایه کلکتور و بیس هم خواستید در بیارید، پایه‌ای که بیشتر نشون میده، عدد بیشتری نشون میده روی مولتیمترتون، میشه پایه امیتر. یعنی پایه، ببینید الان من دوتا پایه که میزنم 2002/271. پس این پایه میشه امیتر. اگر برعکس بکنم سر مولتیمتر رو، میشه 1/558. پس این میشه کلکتور، این میشه امیتر. این پایه هم که داره راه میده میشه بیس ما. این سر مولتیمتر رو مثبت قرار میدم روی بیس. برای تست سالم بودنش هم بوق هم که بذاریم، ببینید هیچ کدوم بوق نمیزنه، چون اگه بوق بزنه هر کدوم از این پایه ها به هم دیگه، ترانزیستور ما سوخته. حالا ما یه مقدار میایم عقب‌تر، یعنی این مسیر رو از اینجا دنبال میکنیم، میایم عقب‌تر. حالا من اگر دیتا شیت این در بیارم، این پایه گیت باید باشه که اومده اینجا خورده به یه دونه دیود 4007. این دیود رو تست کنم ببینم به چه شکلیه، سالمه یا نه. بازم رو همون حالت تست دیود میذاریم. از یک طرف 534، از یه طرف دیگه هم داره عدد نشون میده 611. باید از دو طرف، از یک طرف باید راه بده، این از دو طرف داره به ما راه میده. احتمالا همین دیود سوخته باشه. خب حالا من این دیود 4007 این دیود رو عوض میکنم، یه بار به برق میزنم ببینم مشکل حل میشه یا نه. این رله هم ممکنه دچار خرابی بشه، ولی من زیاد برای من تا حالا پیش نیومده این رله خراب بشه. معمولا یا از این IC LM324 یا این دیودای LED یا دیود زنرا میتونه باشه، یا گفتم دیگه ورودی اگر کامل برق نیومد داخلش، از این دیودای ورودی که 4007 و خازن سرامیکی و الکترولیتی هایی که اینجا هستش که معمولا 220 میکروفاراد هم هست، از اینا میتونه باشه. این خازن هم همیشه عوض بکنید. این خازنی که برای راه انداز آیسی ما هستش
اگر ببینید پایه هاش دقیقاً به پایه فکر میکنم آره دیگه پایه سوم، پایه پنجم ما متصله. این خازن هم عوض بکنید. حالا اگر مشکل هم حل شد این خازن هم عوض بکنید چون خیلی مهمه، این خازن خرابیش زیاده. حالا من اینو عوض بکنم، این دیودو عوض بکنم ببینم به چه شکلیه. اگر مشکل ما حل شد که هیچ، اگر نشد باید ببینیم مشکل از کجاست. میتونه آیسیمون هم میتونه خراب شده باشه. گفتم ما سعی کنید مرحله به مرحله برید جلو، چون چیز خاصی نداره. بردای کنترل معمولا خیلی به راحتی درست میشه، به ندرت پیش میاد که به مشکل آدم بخوره. چیزهای کلیه که معمولا توی بردها همینایی که گفتم، معمولا بردای محافظ همین ناس که خراب میشه. من زیاد به مشکل دیگه تا حالا بر نخوردم. خب اینجا باشه. خودش نمی‌تونه. خب توی مسیر این دیودی که سوخته هر قطعه دیگه ای هم هست به بعدش رو تست بکنید، چون ممکنه اونا هم آسیب دیده باشه. حتی مثلا خب این دیگه قبلش که میشه این رله، ولی به بعدش میشده همون ترانزیستور و بعدش هم این LED هایی ما میشده که ممکنه LED مون هم سوخته باشه، چون LED مون هم روشن نمیشد. یعنی ما بعد اینجا LED هم عوض کنم، چون ولتاژ بالایی اومده داخل LED. چون دیود زمانی که خراب میشه ولتاژ از خودش عبور میده و باعث میشه که این LED هم بسوزه. خب من این LED هم عوضش میکنم که باید LED هم ولتاژش یکی باشه. یعنی اگه ولتاژش بیشتر یا کمتر باشه، یا معمولا 3 ولت هم ولتاژشون 3 و 3. حالا برای اینکه مطمئن بشیم با ولتمتر یه اندازه گیری من انجام بدم که مطمئن بشم هم پایه مثبت و منفی. این که البته خب میدونم، ولی شما اگه خواستید اندازه بگیرید بدونید پایه مثبت و منفیش هم کدوم سمته.
اول ببینیم که چند ولت این چیزای ما. خب مولتیمتر رو قاطی کرده. پایه هاشو درست دادم. دو شیش که همون 3 ولتی که گفتمه. بله درسته. و پایه مثبتش هم، یعنی اگه سیم قرمز مثبته برای ما، میشه پایه‌ای که بلندتره دیگه. پایه بلندتر که سیمش بلندتره. بذارید روشنش کنم ببینم. چرا دیگه روشن نمیشه؟ یه دونه دیگه بیارم. پایه‌ای که بلندتره پایه مثبت ماه، پایه کوتاه‌تر منفیه. حالا از روی البته روی خود بورد مثبت و منفی رو زده. سمتی که علامت داره منفیه و این منم مثبت دیگه، خودش مثبت و منفی هم مثلا نوشته. اگر هم ننوشته بود میتونید از این مسیر بورد متوجه بشید که کدومه. یعنی سر مولتیمتر روی دست دیود که میذارید مولتیمتر یک کپ پای قرمز اگر بذارید روی هر کدوم که روشن شد اون سمت میشه مثبت دیگه، سمت دیگه میشه منفی. این LED ها چراغ‌های دیود اینا با مولتیمتر هم روشن میشه. خب پس پایه بلندترمون شد مثبت. اینو سر جاش قرار میدم. حالا یه تیکه وارنیش هم میذارم قسمت مثبتش که باید وارنیشش هم مرتب باشه. وارنیش کافیه. به خاطر اینه که به جای یه بار اتصالی نکنه، چون این پایه ها بلنده ممکنه خم بشه و اتصالی کنه. خاطر این وارنیش ها رو قرار میدم. خب من وایرم لحیم کردم. حالا ما یه تست بگیریم ببینیم به چه شکل شد.
البته من این خازنامه رو هم عوض میکنم. حالا فعلا میخوام تست بگیرم ببینم که به چه شکلی شد. بذار اینو در بیارم. خب فعلا که چراغ روی زرده، زمانی میبره که چراغ بره روی سبز. این زمان انتظار معمولا توی محافظا فرق میکنه، معمولا بین 1 تا 5 دقیقه است. حالا بستگی به محافظ داره دیگه، اون تایمی که بهش دادن. فیلم رو استوب کنم که زمان بله سبز شد. همونطوری که میبینیم داخل تصویر LED ما روشن شد. حالا میتونیم از دو سر حالا با اینو ببندمش بعد تست برقش هم میگم، ولی خب دیگه الان اوکیه. فقط اون خازنی هم که گفتم و باید عوضش بکنیم که دیگه خیالمون راحت بشه که بعدا به مشکل نمیخوره دیگه. یه بار دیگه دوباره باز نکنیم به خاطر اون خازن، که این دیگه حداقل چند وقتی کار بکنه. من خازن رو عوض میکنم و دیگه همین دیگه. ممنون که ما رو تماشا کردید. لطفا لایک یادتون نره، سابسکرایب بکنید کانال ما رو، کامنت بذارید و اگر سوالی داشتید بپرسید. دوستان اگر تخصصی دارن یا تجربه‌ای دارن میتونن جواب بدن. من خودم اگر اونجایی که اطلاعات داشته باشم میتونم باهاتون در میون بذارم. ممنونم از همگیتون، دوستتون دارم، عاشقتونم. خدا نگهدار.